سلام داوطلبانی عزیز، با شما غفور اکبر هستم. در موضوع گذشته ما گرافیک های دینامیک را به انجام رساندیم و موضوع امروزه ما مسئله های دینامیک می شود. کدام مسئله ها سر میکنیم؟ نگاه کنید. مسئله های دینامیک سر میکنیم از قوه کشش. یکم مسئله ما تحت تاثیر قوه جسمی مساج 2 کیلوگرم با شتاب 250 متر تقسیم ثانیه کوادرات حرکت میکند. قوه کشش او را معین کنید. داشته است ما چطور است؟ ماسه برابر 2 کیلوگرم، شتاب برابر 250 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. قوه او را چیکار کنید؟ معین کنید. فرم قوه کشش F برابر M ضرب چی؟ A. M ما 2، A ما 250. 2 ضرب 250 میشه چند؟ 500 چی؟ نیوتن. فرمایش بفکرم. سوال دوم، جسم مساج 4 کیلوگرم با تاثیر قوه صاحب شتاب 2 متر ثانیه شد. جسم مساج 2 کیلوگرم با تاثیر همین قوه چگونه شتاب حرکت میکند؟ نگاه کنید. ماسه 4 کیلوگرم شتابی چند صاحب شد؟ شتابی 2 متر تقسیم ثانیه صاحب شد. جسم مساج 2 کیلوگرم، ماسه اگر 2 کیلوگرم باشد کدام شتاب صاحب می شود؟ با همین قوه. کلمه از همه مهم در اینجا چی است؟ با تاثیر همین قوه. یعنی قوه یکم با قوه دوم چی است؟ برابر است. قوه یک برابر است با قوه دو. قوه یکم با جایش قوه کشش می نویسم. قوه یکم چی بود؟ M1 I1. قوه دوم M2 I2. و از اینجا چی رو میابیم؟ I2 رو. وقتی که شتاب دوم رو میابیم برابردگی آن کجا می رود؟ پایان. M2 با پایان. M1 I1 با کجا؟ M1 I1 با بالا. M1 4 I1 2. 4 ضرب 2 4 ضرب 2 تقسیم چند؟ تقسیم 2. 4 ضرب 2 8. 8 تقسیم 2 با چند؟ 4 متر تقسیم ثانیه کوادرات. یعنی که وقتی که ما مسا رو 2 مرتبه کم کردیم شتاب ما 2 مرتبه چی شد؟ زیاد شد. سوال سوم، جسم مساج 2 کیلوگرم در زیر تاثیر قوه 4 نیوتن با کدام شتاب حرکت میکند؟ نگاه کنید. ماسه برابر 2 کیلوگرم، قوه برابر 4 نیوتن، شتاب برابر نامعلوم. یک فرمول بگین که FMA داشته باشد. کدام فرمول؟ F برابر MA. ما در اینجا معین میکنیم شتاب را. شتاب برابر F تقسیم چی؟ M. شتاب ما برابر است با چند؟ شتاب ما با 4 نیوتن برابر است. ماسه ما با 2 کیلوگرم برابر است. 4 تقسیم 2 برابر می شود با چند؟ 2 متر تقسیم چی؟ ثانیه در کوادرات. سوال نوبتی با سوال های قوه کشش. جسم مساج 10 کیلوگرم، ماسه برابر 10 کیلوگرم در 2 ثانیه با سرعت 5 متر تقسیم ثانیه با سرعت 5 متر تقسیم ثانیه حرکت میکند. بزرگی قوه را معین کنید. F برابر چی؟ نامعلوم. بزرگی قوه که M داشته باشد. F برابر M ضرب A. مشکلی در آن است که ما شتاب نداریم اما با جای شتاب چی داریم؟ سرعت و وقت. یگان فرم شتاب میدونن که سرعت و وقت داشته باشد. فرم شتاب خودش خیلی A برابر و تقسیم چی؟ T. از فرم A برابر و تقسیم T ما چیکار میکنیم؟ M رو مینویسیم با جای A و تقسیم T رو چیکار میکنیم؟ جایگذار میکنیم. M ما برابر است با چند؟ با 10. سرعت ما با 5، وقت ما با 2. 10 ضرب 5 50 تقسیم 2 برابر چند؟ 25 نیوتن. قوه ما با چند برابر شد؟ با 25 نیوتن. سوال نوبتی، در چقدر وقت جسم مساج 50 کیلوگرم با قوه 250 نیوتن سرعتش را به 25 متر ثانیه میرساند؟ نگاه کنید. مساج 25 کیلوگرم، قوه 250 نیوتن، سرعتش را تو چند میرساند؟ سرعتش را تو 25 متر تقسیم ثانیه چیکار میکند؟ میرساند در چقدر وقت؟ کدام فرمول F برابر M ضرب A. مشکلی باز A با جای A با ما لازم است و چی؟ T. و T. جایگذاری میکنیم. نگاه کنید. M رو مینویسیم با جای شتاب از فرم شتاب A برابر و تقسیم T و تقسیم T رو مینویسیم و تقسیم T. ماسه ما 50 و ما 90 البته. با ما لازم بود که چی رو معین کنیم؟ با ما لازم بود که چی رو معین کنیم؟ وقت رو معین کنیم. یعنی که ما فرم رو حاصل کردیم از اینجا وقت رو میابیم. وقتی که وقت رو میابیم برابردگی و کرستگی به پایان میرود. برابردگی ندارد. کرستش کی است؟ F به پایان میرود. M ضرب و به کجا میرود؟ به بالا. ماسه ما 50. ماسه ما چند؟ ماسه ما 50. قوه ما 250.
قوای ما 250 سرعت ما 25. نگاه کنید ما چی کار میکنیم؟ اختصار میکنیم. 250 در داخلش 5 تا 50 دارد. 25 تقسیم 5 میشود 5 ثانیه. چند ثانیه؟ 5 ثانیه. و فکر فرمایش دو مثل سوال بولونگی بود، اما از ما چی پرسیده ایستاده بود؟ ت پرسیده بود و ما ت را از فرمول یافتیم. اتومبیل از جاش به حرکت در آمده در 5 ثانیه سرعتش را تا 20 متر ثانیه زیاد نمود. قوای کشش اتومبیل را معین کنید. مس اتومبیل 2 تن را تشکیل می‌دهد. نگاه کنید در 5 ثانیه سرعتش را تا 20 زیاد کرد. اگر مس اتومبیل 2 تن یعنی که 2000 کیلوگرم باشد، قوای او را معین کنید. فرمای قوه چی بود؟ F برابری M A. اما A نداریم، به جای A چی را جایگذاری میکردیم؟ و تقسیم T. مس 2000 سرعت 20 وقت 5. 20 تقسیم 5 4 تاگی 4 ضرب 2000 برابری چی؟ 8000 چی؟ نیوتن. 8000 نیوتن. سوال نوبتی قوه وزنی. قوای کشش به انجام رسیدن. اکنون چی میگذاریم؟ قوای وزنی. یکم سوال قوای وزنی به جسم مسش 5 کیلوگرم در سطح زمین چقدر قوه تاثیر میکند؟ مس برابر چند؟ مس برابر 5 کیلوگرم در روی زمین. شتاب افشاز زمین چند است؟ 10 متر تقسیم ثانیه در کوادرات چقدر قوه؟ کدام فرم قوه را استفاده میبریم؟ قوه وزنی رو. چون که ما قوه وزنی در روی زمین داریم کو. فرم قوه وزنی F برابر M ضرب چی؟ G. مس ما 5 G ما 10 برابر می شود با چند؟ با 50 نیوتن. با چند برابر می شود؟ 50 نیوتن. یعنی که در روی زمین ما G زمین رو استفاده برده، قوه وزنی در روی زمین رو چیکار کردیم؟ معین کردیم. سوال نوبتی قوه وزنی رو که جسم مسش 50 کیلوگرم در پلوتون. نگاه کنید. مس 50 کیلوگرم در پلوتون G پلوتون برابر است به 1.2 متر در 1 ثانیه کوادرات. قوه رو چی معین کنید؟ باز فرم قوه وزنی F برابر mg. فرقیت این سوال از این سوال در چی است؟ در اینجا چی گفته است؟ زمین، در اینجا چی؟ پلوتون. یعنی که G های آنها چی کار میکند؟ فرق میکند. M ما 50 G پلوتون برابر است به 1.2. 50 ضرب 1.2 برابر می شود به 60 نیوتن. یعنی که جسم ما که 50 کیلوگرم مس دارد، در روی پلوتون 60 نیوتن وزن دارد. از روی G یافتیم. سوال نوبتی آدم مس 60 کیلوگرم، آدم مسش چند؟ 60 کیلوگرم در روی مشتری چقدر قوه دارد؟ مشتری G اش به چند برابر است؟ با 25 متر در 1 ثانیه در کوادرات. با چند برابر است؟ با 25. نگاه کنید. 25 متر در 1 ثانیه کوادرات F او رو معین کنید. باز فرم قوه وزنی F برابری M ضرب چی؟ G. مس 60 G چند؟ 25. نگاه کنید. 25 ضرب 60 20 تا 1200 5 تا 300. 1200 جمع 300 چند می شود؟ 1500 چی؟ نیوتن. 1500 نیوتن وزن دارد. در کجا؟ قوه وزنی دارد در روی مشتری. یعنی که این سوال ها از یکدیگر چه فرق دارند؟ از سیاره‌ای در آنجا موجود بوده. یعنی که مس آنها اگر گوناگون هم باشد، اما G آنها را چی ما اهمیت میدیم؟ اگر G در زمین گوید G به 10، اگر در پلوتون گوید 1.2، اگر در مشتری گوید 25. سوال نوبتی قوه چندری. یکم نمود سوال قوه چندری برای با 5 سانتی متر. در قوه چندری سانتی متر این چی است؟ درازی x برابر 5 سانتی متر. سختی اش چند باشد؟ 1000 نیوتن ضرب تقسیم متر باشد. چقدر قوه لازم است؟ اگر شما از همه راه آسان F برابر چی؟ kx میکنید. 1000 ضرب 5 میکنید 5000 میشود. اما این راه خطا است. چرا؟ چون که ما باید همه چی رو با سیستم سی کار کنیم. یعنی سانتی متر رو باید به متر گردونیم. 5 سانتی متر چند متر می شود؟ 5 سانتی متر 0.05 متر می شود. یا اینکه 5 ضرب 10 درجه مینوس 2. نگاه کنید. F برابر kx. K ما 1000 x ما 5 سانتی متر. میتونیم 0.05 نویسیم، میتونیم 5 ضرب 10 درجه مینوس چند نویسیم؟ مینوس 2. مینوس 2 با 2 تا 0 می رود. 10 ضرب 5 چند می شود؟ 50 نیوتن. چند نیوتن؟ 50 نیوتن. سوال نوبتی درازی پروژین سختیش 100 نیوتن تقسیم متر. قوه ما 20 نیوتن. درازی آن را چکار کنید؟ معین کنید. x برابر نامعلوم. فرم قوه چندری F برابر kx بود. اگر ما از اینجا x رو یابیم، برابردگی آن کجا می رود؟
پایان بردگی اون K پایان می رود F کجا می رود بالا F ما 20 نیوتن سختی ما 100 20 تقسیم 100 برابر می شود با 0.2 متر سیستم ایسی 0.2 متر اگر جواب ها متر نباشند باید به سانتی متر باشد 0.2 متر برابر می شود با 20 سانتی متر یا جواب 0.2 متر می نویسه یا جواب 20 سانتی متر می نویسه سوال نوبتی دینامومتر قوه 9 نیوتن را نشان میدهد قوه برابر چند 9 نیوتن هنگام پروژه به 0.3 متر کشیده شدن درازی به چند برابر است به 0.3 متر کشیده شدن سختی پروژه به چند برابر می باشد سختی پروژه را چیکار کنید معین کنید از همین فرم اما این دفعه چی را میابیم سختی را اگر سختی را یابیم همسایه اون به پایان می رود همسایه‌اش x f کجا می رود بالا f ما چند 9 تقسیم 0.03 گوش کنید در سوال ما گفته بودیم که تقسیم 0.5 یا 0 یا 3.6 هم خیلی تقسیم کردیم وقتی که ما هم خیلی تقسیم میدیم میگفتیم که بعدی ورگول چند عدد است همون قدر 0 رو به بالا دهید بعدی ورگول هازی یک عدد دو تا 0 رو بالا دهید 900 تقسیم 3 چند می شود 300 واحد سختی چی می شود نیوتن تقسیم چی متر جواب چند 300 نیوتن تقسیم متر سوال نوبتی درازشوی پروژه سختیش 5000 نیوتن متر رو یابید درازشوی آن را یابید سختیش اگر چند باشد 5000 نیوتن تقسیم متر یابید اگر با آن جسم مسش 10 کیلوگرم را آویزان کنند مسای چند مسای 10 کیلوگرم نگاه کنید فرمول قوه چندی F برابر K ضرب X از ما پرسیده شده است X برابر F تقسیم K مشکلی در آن است که ما F نداریم و به جای F داریم M کدام فرم F رو میکشیم فرم قوه وزنی را به جای F می نویسم M ضرب G تقسیم چی K مسای ما 10 ضرب G ما 10 تقسیم 5000 1020 یک تقسیم 50 می شود 0.02 متر که این برابر است با 2 سانتی متر یعنی که جواب رو یا متر یا سانتی متر نویسید از فهمیدین چه خالی شد نگاه کنید درازی برابر F تقسیم K ما F نداشتم به جای F چی داشتم mg داشتم F ننویسم به جای F قوه وزنی نوشتم mg تقسیم K شد m ما 10 ضرب g ما 10 ضرب 10 تقسیم 5000 دو تا نول بالا رو با دو تا نول پایین اختصار کردم 1 ضرب 1 تقسیم 50 0.02 متر 0.02 متر برابر است به چند با 2 سانتی متر سوال نوبتی در زیر تاثیر قوه 32 نیوتن به 1.2 سانتی متر فشرده شد هنگام پروژه با تاثیر قوه 16 نیوتن چقدر فشرده می شود نگاه کنید میگوید که اگر ما با پروژه 32 نیوتن تاثیر کنیم پروژه 1.2 سانتی متر دراز می شود اگر ما با آن 16 سانتی متر تاثیر کنیم چقدر دراز می شود سوال از دراز شوی حالت دوم رو میگوید اما همون پروژه مشکلی امی از همه پس کسکای زور همیه که در همین جا همان پروژه یعنی که پروژه اول 32 نیوتن تاثیر کردن 1.2 سانتی متر دراز شد پروژه دوم حالت 16 نیوتن تقسیم کردن نمیدونن چند قدر دراز شده و هازی ما پروژه حالت اول و پروژه حالت دوم رو چیش رو با یکدیگر برابر میگیریم سختی هایش رو چون که پروژه در حالت اول و در حالت دوم هر دوش یک پروژه است و سختیش چی است برابر است سختی یکم رو با سختی دوم چی میگیریم برابر میگیریم با جای سختی یکم f1 تقسیم x1 از فرم قوه چندی با جای سختی دوم f2 تقسیم چی x2 من x2 رو میابم x2 برابر f2 x1 تقسیم چی f1 چه خیلی شد کرستی x2 پایان رفت دیگرهایش چی بالا f2 من 16 ضرب 1.2 سانتی متر تقسیم 32 16 در درون 32 دو تا 16 1.2 تقسیم 2 می شود 0.6 سانتی متر چرا جواب سانتی متر رو برآمد چون که من در اول سانتی متر رو نگرداندم و در جواب باز چی میبراید سانتی متر سوال سوم با پروژه سختیش 2000 نیوتن متر سختی برابر چند 2000 نیوتن تقسیم متر مسای 5 کیلوگرم رو آویزان کردن مسای چند 5 کیلوگرم درازی آن را معین کنید این فرمش تیار است درازی برابر mg تقسیم چی k مسای ما 5 ضرب 10 تقسیم سختی ما 2000 5 ضرب 10 50 تقسیم 2000 نگاه کنید یک نول را با یک نول اختصار کردم چند من 5 تقسیم 200
یعنی که 5 رو باید من با 200 تقسیم کنم. نگاه کنید چقدر تقسیم میکنم. اگر شما تقسیم تک به تک رو ندونید این خیلی تقسیم میکنید. 5 تقسیم چند 200. یکم این نمیرسد، یک نول میدیم. در اینجا یک نول میدیم. شد؟ حاضر نگاه میکنید که 50 به 200 میرسد؟ نه. باز یک نول میدیم، با 500 هم چی یک نول دیگر میدیم. 500 تقسیم 200 چند؟ در دورین 500 دو تا 200 است. 2 ضرب 200 400 تقسیم از 500 400 دو تا میکنیم 100 میموند. یک نول دیگر می نویسیم 1000 تقسیم 200 چند میشود 5. یعنی که 0025 0025 متر یا که این برابر است با 2.5 سانتی متر. این جواب رو میتونید به این طرز و میتونید به این طرز چی نویسید. سوال های نوبتی قوه. نگاه کنید. سوال های نوبتی قوه قوه یکم 2.5 نیوتن، F1 چند است؟ 2.5 نیوتن، شتاب 1 5 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. هنگام شتاب 2 چند 86 متر ثانیه کوادرات بودن، F2 رو چی معین کنید. نگاه کنید. توپ قوه 2.5 نیوتن شتاب 5 گرفت. اگر به همین توپ شتاب 86 کدام قوه تاثیر کردن ممکن است؟ توپ اول توپ دوم چیش برابر است؟ توپ است. چیش برابر است؟ مساوی یکم توپ مساوی دوم توپ هر دوش یک توپ است. کو مساویش چی میشود؟ برابر میشود. M1 F1 تقسیم I1 M2 F2 تقسیم چی؟ I2. ما باید معین کنیم چی را؟ F2 رو. وقتی که F2 رو معین میکنیم کرسی آن پایان میرود. کرسی ما I1 پایان میرود. F1 I2 کجا میرود؟ F1 I2 بالا میرود. F1 ما 2.5 I2 ما 86 تقسیم 5 در درون 5 دو تا 2.5 است. 86 تقسیم 2 برابر 43 نیوتن. یعنی که برای که توپ ما شتاب 86 گرفت باید چند قوه تاثیر کنیم؟ 43 نیوتن قوه تاثیر کنیم. قوه 16 نیوتن شتاب 4. قوه 8 نیوتن کدام شتاب؟ نگاه کنید. قوه 16 نیوتن شتاب 4. قوه 8 کدام شتاب؟ در حالت اول در حالت دوم هر دوی اون یک جسم است. برای همین مساحت جسم رو چی میگیریم؟ برابر میگیریم. مساحت جسم یکم F1 تقسیم I1 مساحت جسم دوم F2 تقسیم چی؟ I2. و از اینجا ما باید یابیم چی را؟ I دوم را. I دوم را یابیم. کرسی آن با پایان میرود. کرست F1 پایان میرود. I1 F2 کجا میرود؟ بالا میرود. I1 ما چند؟ I1 4 F2 8 F1 16. 4 کاره 8 32 32 تقسیم 16 برابر است به چند؟ به 2 متر در یک ثانیه چی؟ کوادرات. سوال نوبتی قوه 5 نیوتن شتاب 25 قوه 4 نیوتن کدام شتاب؟ قوه چند؟ 5 نیوتن شتاب 25 متر تقسیم ثانیه کوادرات. قوه 4 نیوتن کدام شتاب؟ باز چی؟ باز همان فرمای مساحت ها رو برابر گرفتن. یعنی که مساحت اول با مساحت دوم برابر میگیریم. به جای مساحت اول F1 تقسیم I1 به جای مساحت دوم F2 تقسیم چی؟ I2. و از اینجا ما باید معین کنیم شتاب دوم رو. شتاب دوم رو وقتی که معین میکنیم کرسی آن کجا میرود؟ کرسی آن F1 کجا میرود؟ پایان. دیگرها کجا میروند؟ بالا. F2 I1 کجا میرود؟ بالا. F2 ما 4 I1 ما 25 F1 ما 5. 4 ضرب 5 100 تقسیم 5 چند می شود؟ 20 متر تقسیم ثانیه چی؟ در کوادرات. سوال فهمو شد؟ بله. یعنی که در اینجا در هر سه سوال ها ما چی رو برابر گرفتیم؟ مساحت های آنها رو با یکدیگر چی گرفتیم؟ برابر گرفتیم. و سوال نوبتی وزن جسم. یکم سوال وزن جسم چی است؟ مکتبچه مساحت 40 کیلوگرم، مساحت برابر 40 کیلوگرم با شتابی A برابر 0.2 متر تقسیم ثانیه کوادرات. اگر G برابر 9.8 متر ثانیه کوادرات باشد با کجا میبراید؟ با لیف و بالا میبراید. با کجا؟ با بالا. وزن او را معین کنید. کدام حالتی وزن جسم است؟ کدام حالت؟ زیاد وزنی. آفرین. زیاد وزنی M G چی بود؟ پلوسی A. M ما 40 جمعی G ما 9.8 I ما 0.2. در اینجا چی است؟ ضرب. در اینجا چی است؟ ضرب. 9.8 جمع 0.2 10. 40 ضرب 10 چند می شود؟ 40 ضرب 10 برابر 400 نیوتن چی دارد؟ وزن دارد.
چرا وزنش زیاد شد؟ چون که ما با کجا رفته ایستاده بودیم؟ با بالا رفته ایستاده بودیم و وقتی که با بالا میرویم کدام حالتی وزن جسم است؟ زیاد وزنی. سوال نوبتی: در درون لیفت باری مساش 8 کیلوگرم، مسا برابر 8 کیلوگرم با شتاب 2 متر در 1 ثانیه کوادرات با پایان میرود. وزن او را معین کنید. با کجا میرود؟ با پایان میرود. کدام حالتی وزن جسم؟ کم وزنی. آفرین. P برابر M G فرمولا مینوس A. اگر زیاد وزنی پلس باشد، کم وزنی چی است؟ مینوس. مسا ما برابر است با 8، G ما برابر است با 10، I ما برابر است با 2. 10 مینوس 2 8. 8 ضرب 8 چند میشود؟ 8 ضرب 8 برابر 64 نیوتن. چرا وزن ما کم شد؟ چون که ما با کجا رفته ایستاده بودیم؟ با پایان رفته ایستاده بودیم. سوال نوبتی: وزن جسم مساش 5 کیلوگرم رو معین کنید. وزن جسم چند؟ مسای 5 کیلوگرم. اگر جی ما و 9.8 متر در 1 ثانیه کوادرات برابر باشد، وزن آن را چیکار کنید؟ معین کنید. ما گفته ایستاده است که با بالا میرویم یا با پایان میرویم؟ نه، این حالت معیاری وزن است. حالت معیاری فرمولش چی بود؟ P برابر M ضرب چی؟ G. مسای ما 5، G ما 9.8 برابر است با 49 چی؟ نیوتن. مسئله های امروزه به انجام میرسند و اینها نمونه مسئله ها بودند که ما در طول این درس به شما فهموندیم. تشکر با دقتتان. با شما بودم من غفوروف علی اکبر.